قاعده 67. بدانیم که نامهای الله سبحانه و تعالی به کدام عدد قید نمی گردد. پس ما گفتن نمیتونیم که نامهای الله 99 تاست، یا نمیتونیم بگیم نامهای الله 1000 تاست یا 5000 است. چرا گفتن نمیتونیم؟ به خاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث شریف که حدیث مسند احمد ابن حنبل در جلد اول صفحه 391 ایره روایت کرده و شیخ ناصرالدین البانی او را حدیث صحیح گفته است در سلسله السلسله الصحیحه. فهمیدی یعنی؟ خب پس در حدیث صحیح روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به الله دعا کرده، یکی از دعاهای رسول الله صلی بوده که اسألک بكل اسم هو لک. یعنی رسول الله صلی توسل به نامهای الله میکنه. توسل به چی میکنه؟ به نامهای الله میکنه. پس اینجا میگه رسول الله صلی الله علیه و اسألک، یا الله من تو را سوال میکنم، بكل اسم هو لک، به تمامی نامهایی که بر تو هست. خب این تمامی نامهای الله را رسول الله صلی الله علیه و چه قسم تفسیر میکنه؟ مفسر قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم حالا تفسیرش میکنه که نامهای الله که تو توسل کردی کدام نام هاست ای رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ میگه سمیت به نفسک، اون نام هایی است که پروردگارا تو نفست را با او مسما کردی. اینا کدام ها هستن؟ او انزلته فی کتابک، اون نام هایی که مسما کردن الله خدا به اون نام ها و صفات اسما و صفات گفته. الله خدا مسما کرده، خودش گفته که نام مئی است. خود الله گفته که هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر. از نیست نامش. پس سمیت به نفسک، خودت یا الله تو خدا مسما کردی به او. او انزلته فی کتابک، اون نام های من تو را سوال میکنم که در کتاب تو را نازل کردی، در قرآن عظیم الشان. پس در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مجموعه از نام ها ذکر شده که این نام ها کل نام ها نیست. فهمیدی یعنی؟ او انزلته فی کتابک او علمته احد من خلقک، یا تعلیم دادی به یکی از مخلوقاتت. سعی کنین پس فرق شد بین ای که در کتاب الله نازل شده و بین از اون نامهایی که به یکی از مخلوقات خود الله او را تعلیم داده. مثلا بعض نامهایی است که در قرآن و سنت نامده، لکن به جبریل و میکائیل و اسرافیل و ملائکه یا به کدام پیغمبر دیگه چی شده؟ بیان شده. فهمیدی یعنی؟ پس یک تعداد نامهای الله هست که در کتاب الله نازل شده. یک تعداد نامهای الله قسم دومش نامهای است که به یکی از مخلوقات الله تعلیم داده شده است. و یک تعداد از نامهای الله هست که الله میگه او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا پروردگارا در علم غیب خود بر خود نگه داشتی، به هیچ کس نگفته. پس نامهای الله چند قسم شد؟ 3 قسم شد. قسم اول نامهایی که در کتاب الله ذکر شده. قسم دوم نامهایی است که به یکی از مخلوقات تعلیم داده شده است. قسم سوم نامهایی است که الله برای هیچ کس بیان نکرده، در علم غیب خود او را حفظ کرده است. پس از این خاطر این قاعده همی بود. این قاعده چندم اعتقادی را ما و شما خواندیم؟ 66م که اسمای الله سبحانه و تعالی به کدام عدد قید نمیشه. شاید یک کس از شما سوال کنه بگه خب شما گفتین که کدام عدد قید نمیشه، در حالی که در قرآن در حدیث آمده که الله 99 نام داره. اینجا میگه که ایدمو یک بخشش داخل میشی، برای حصر نیست. یعنی این نیست که وقتی که گفت که 99 اسما، یک حدیث آمده است در اون حدیث امی قسم گفته عن ابی هریره ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان لله 99 اسما 100 الا واحد
واحدا من احصاها دخل الجنه. کسی که همین 99 این 99 نام از جمله 99 نام است که برای ما و شما بیان شدن. آیا به غیر از این دیگه نام ها هست؟ بله، نام هایی است که به دیگه مخلوقاتش الله گفته و نام هایی است که الله در علم غیب خود را چی کرده؟ حفظ کرده. این خیلی میگه 99 چی معنا میده؟ میگه این معنا ازی میده مثلا برای یک نفر میگه که ما در جیب تو هست مثلا 10,000. برای یک کسی میگه قاری صاحب اگر 1,000 جایزه بردی از پیش من، همین سوالا رو جواب دادی، باز 1000 روپیه جایزه را از پیش من بردی. این خب معنی از این نیست که 1000 روپیه من تو را جایزه میدم، تنها همین 1000 روپیه در جیبم است. در جیب لالایت خود 9,999 روپیه دیگه هم است. فهمیدی یعنی؟ تنها 1000 شما برای تو گفتم. پس این حصر معنا نمیده. حصر چی را میگن در زبان عربی؟ که یعنی بگی فقط اینم قدر از دیگه نیست. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم نام های الله را 3 بخش تقسیم کرده؟ از این خاطر نام های الله سبحانه و تعالی با کدام عدد معین قید نمیشه از دیدگاه عقیده.